بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز درس عقيدة، السلسلة هو درس عقيدة و معنای لا اله الا الله را و شرط های آن را گرفته بودیم. شرط یکم لا اله الا الله این علم بود که درس گذشته ما گرفته بودیم. امروزه یکی از شرط ها این یقین است. یقین یعنی تلفظ لا اله الا الله با آن به تنهایی کافی نیست، بلکه باید یقین قلبی وجود داشته باشد. اگر یقین قلبی حاصل نشود، تلفظ به آن نفاق محض است، زیرا معنای آن به هیچ شک و ظن و دودلگی و گمانبرداری نیست، بلکه باید با پای یقین قاطع و جازم باشد. خداوند در این آیت به ما خبر داده میگوید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند، سپس هرگز شک و تردید وجود به خود راه ندادند، تهدید به خود راه ندادند و به احوال با اموال و مالهای خودشان به جانهای خودشان جهاد کردند و آنها راستگویانند. سوره حجرات با آمده است. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث با روایت مسلم روایت شده است میگویند شهادت میدهم که هیچ معبود به حق غیر خداوند وجود ندارد و به حقیقت من پیامبر خداوندم. هیچ کس نیست که به حضور خداوند برسد و در این مورد شک و دودلگی نداشته باشد مگر اینکه به بهشت وارد می شود. این بود معنای یقین. دیگه شرط های لا اله الا الله این قبول است. ما باید لا اله الا الله را قبول کرده باشیم. پس هرگاه علم و یقینی که پیدا کردی باید آن علم یقینی پایبند خاص خود را داشته باشد و این از راه پذیرشی قلبی و زبانی مقتضای این جمله حاصل می شود که هر کس ندای توحید را رد کند و آن را قبول نکند کافر است. فرق نمی کند که آن پذیرفتن از روی تکبری و یا حق ناپذیر باشد و یا از روی حسد باشد، زیرا خداوند خبر داده میگوید انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. وقتی به آنها گفته می شود معبود به حق جز خدا وجود ندارد، آنها تکبر و سرکشی می کردند. سوره صافات آمده است. باید ما از ته دل کلمه لا اله الا الله را قبول کرده باشیم. پس دیگه شرط های لا اله الا الله این انقیاد است. انقیاد به معنای یعنی پابندی. باید به طلب توحید اطاعت و پابندی کامل باید داشته باشیم و به این وسیله عمل نموده موافق شریعت خداوند و ترک آنچه از آن نهی فرموده تحقیق پیدا نماییم. چنانه که خداوند خبر داده میگوید و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقى و الی الله عاقبة الامور. یعنی کسی که روی خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد به دستگیری سخت قبضه باشد و عاقبت همه کارها به سوی خداست. سوره لقمان با آمده است. ما باید پایبند دین باشیم، پایبند شریعت خداوندی باشیم، هیچگاه به وسوسه های شیطان داخل نشویم. این بود
بعضی از شرط های لا اله الا الله باقی موندهش را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.